ششدرک، ساحه حوزه نهم امنیتی کابل. حمله انتحاری امروز در اینجا 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. این حمله از سوی یک فرد انتحار کننده حوالی ساعت 8:20 صبح در نزدیکی درب یکی از ادارات ریاست امنیت ملی رخ داد. وزارت امور داخله میگوید انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف شناسایی شده بود. اثر این حمله معلوماتی که از محل به ما رسیده 2 نفر شهید است و 7 تن مجروح که در بین شهدا و مجروحین افراد ملکی هم است و افراد نظامی هم شامل است. و قصدی نداشته که حتما در یک ساحه بره که دست به حمله بزنه که از طرف افراد نیروهای امنیتی شناسایی میشه و پیش از اینکه این به ساحه داخل شود دست به حمله میزنه و انفجار صورت میگیره. شاهدان عینی در محل رویداد چشم دیدشان را چنین بیان میکنند. یک کارشی پولانی فروشی دارم، همینجا کار میکنم. ساعت 8 بجه بود که داخل شجرک بسیار گرم بسته محکم شد. دود و غبار خاکباد برآمد، دیگه چیز ندیدم. یک چند دانه موتر امبولانس امنیت دیدم که برآمد، دیگه چیز نه. بسیار گرم بس قائم بود. این جاده 2 ماه قبل نیز شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن 6 تن جان باختند و 5 فرد دیگر زخم برداشتند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است.